سلام. امروز ابتدا بر اساس تماسایی که دوستان من از داخل ایران و از داخل تشکیلات من داشتن اعلام شده که اطلاعات سپاه و نیروی سپاه در بدنه تشکیلات اطلاعات سپاه بسیج غیره و آحادی از مردم اعلام کرده که اشخاصی مثل من که خارج از ایران شدیم و به مردم پیوستیم، نیروهای کاشته نظام هستیم و با این حرکتشون ادعای قدرت و مسائل دیگر رو دارن دنبال میکنن. همین الان جلوی این دوربین میخوام به شما اعلام بکنم که من با حکومت اسلامی و حکومت مذهبی و هر حکومت ایدئولوژیکی دیگه، چه حالا در رأس این حکومت شخصی مثل خامنه‌ای جلاد، آدمکش و دیکتاتور باشه، تمام این حکومت‌های ایدئولوژیکی و مذهبی مخالف 100% هستم و نظرم این هست که حکومت اسلامی مایه ایجاد دیکتاتوری است. امروز با توجه به حرکت‌های تروریستی اخیر نظام جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه بران شدم که 2 ارگان اطلاعاتی رو که در خارج از کشور اقدام به کارهای اطلاعاتی، عملیاتی و تروریستی و تقویت تروریست انجام میدند به شما معرفی کنم. این 2 ارگان خارج از نیروی قدس هست. همونطور که میدونید نیروی قدس در خارج از کشور با هماهنگی سفارتخانه‌های ایران اقدام به عملیات‌های تروریستی، روانی و کارهای اطلاعاتی انجام میده. در این 6 سال اخیر در پی تقسیم بندی که سپاه بر اون اومد 2 ارگان رو تأسیس کرد. یکی قرارگاه مدینه، یکی هم 110 و محدوده فعالیتی این 2 ارگان کشورهای سواحل خلیج فارس و جنوبی کشورمون هست، مرزی کشورمون هست. مرکز فرماندهی این 2 نیرو استان فارس و شهر شیرازه. حالا چرا استان فارس و شهر شیراز؟ به 5 دلیل. از نظر جغرافیایی نزدیکترین کلان شهر به نقاط مرزی کشور ما شهر شیرازه و همینطور فاصله مناسبی هم از مرز داره که به خاطر موانع طبیعی در شرایط حساس و شرایط خاص مثل جنگ رفتن به شهر شیراز برای نیروهای حمله کننده سخت است. دوم، انبار تجهیزات نظامیه که با همین دلایل انبار تجهیزات نظامی مثل تشکیلات‌های نیروهای هوایی و دریایی و زرهی و زمینی هم در شهر شیراز واقع شده و مدیریت اون بر عهده سپاه ارشد استان فارس و جنوب کشور هست. 3. استان فارس خصوصا شهر شیراز در تشکیلات‌های اطلاعاتی ایران به عنوان نقطه سفید ضد انقلاب مطرح و معروفه، زیرا بیشترین طرفداران سلطنت طلب و مجاهدین خلق و کمونیست و بقیه اپوزیسیون همه در شهر شیراز هستند، بیشترین طرفدارانشون، و همچنین بیشترین آمار تغییر مذهب از اسلام به بقیه مذاهب هم بیشترین آمار رو استان فارس و شهر شیراز داره. مثل اول از همه زرتشت، دوم بهائیت، سوم مسیحیت، چهارم دراویش تصوف، پنجم هم عرفان‌های نوظهوری که جدیداً می‌بینید. در اعتراض‌های خیابانی و تظاهرات‌ها نیز شهر شیراز بیشترین نسبت به جمعیت خودش بیشترین جمعیت و بیشترین پایداری رو در نسبت به بقیه کشور داشته است و همیشه برای نیروهای اطلاعاتی شیراز نقطه قرمز بوده. طبق آمار و اطلاعاتی و پرسش‌های آماری هم که تشکیلات اطلاعاتی داشتن، ضعیفترین پایگاه مردمی هم نظام در شیراز داره. خب با همه این شرایط پس شیراز در هر آن امکان داره که از حالت عادی خارج بشه، پس حفظ شیراز و استان فارس هم برای نظام بسیار مهمه به خاطر موقعیت استراتژیکیش.
خب به همین منظور یکی از متعصب ترین افراد هم به عنوان فرماندهی ارشد سپاه استان فارس و جنوب کشور بویراحمد گذاشتند به نام سردار دکتر غلام حسین قیپرور که از نیروهای قدیمی مسجد قبا هست و مریدان سید علی محمد دستقی بود، ولی به خاطر ذوب بودنش در ولایت و وصل بودن زیادیش به نظام به این سمت گذاشته شد. و این دو ارگان اطلاعاتی هم زیر مجموعه همین ارشد هست و اینه که سردار قیپرور رو میتونم بگم که از بقیه فرماندهان ارشد سپاه در کشور نشانتر میکنه. مسئول قرارگاه 110 سردار مجتبی مینایی فرد هست که در حال حاضر به عنوان رئیس کنگره سرداران و 14600 شهید استان فارس در رسانه ها معرفی شده. این واحد اطلاعاتی به صورت مستقل در حال فعالیته. از نظر چارت تشکیلاتی هم زیر نظر سردار قیپروره، زیر نظر ارشد استان فارس و جنوب کشور هست. از نظر امکانات بسیار امکانات داره، دارای بودجه بسیار کلان و ساختمان‌های متعددی در شهر شیراز است. سپاه قدس در کشورها با کاشتن نیروهای اطلاعاتی با هماهنگی سفارتخانه‌ها اقدام به کاشتن نیرو، کسب خبر و جمع‌آوری اطلاعات اخبار و کاشتن مزدور میکنه. یکی از کارهای مزدوران و نیروهای نظام در خارج از کشور خرید وسایل و تجهیزات نظامی برای نظام و همچنین پیشبرد اهداف نظام. هر کاری که بهشون محول بشه انجام میدن، مثلا جابجا کردن پول، رساندن آن به دست اشخاص مورد نظر و همچنین نشان کردن افراد تاثیرگذار در حسب به چه سمت الان براتون توضیح میدم. یکی از عملیات هایی که در زمان احمدی نژاد و وزارت متکی اتفاق افتاده بود این بود که یک مبلغ بسیار کلانی رو میخواستن به حزب الله لبنان برسونن به وسیله شخصی به نام سردار محمدی و همچنین این مبلغ قرار بود که توی کویت، بحرین و قطر برای تطمیع افراد تأثیرگذار تشیع هزینه بشه برای ایجاد شورش، ولی قسمت خیلی عمده ای از این مبلغ قرار بود که به حزب الله لبنان برسه. اطلاعات کویت از این قضیه مطلع میشه و این مبلغ بسیار کلان رو توی یکی از این بانک های خودش بلوکه میکنه. در این بین یکی از نیروهای نظام به نام دکتر عشایری که بر اساس توضیحاتی هست که خود ایشون برای من داده بود این بود که یک کلینیک در کویت داشت، یک کلینیک در دبی داشت و همچنین در تخت طاووس تهران یا همون مطهری تهران یک کلینیک هم اونجا داشت و اعلام کرده بود که ایشون پزشک بیماری‌های خاصه و چون اقامت کویت رو داشت و شخصی ذی‌نفوذ و معروف بود در کویت و میتونست وکیل بگیره، با دادن مبلغ 800 میلیون تومان به یک وکیل کویتی این پول رو از بلوکه خارج کرد و به وسیله همین سردار محمدی این پول به حزب الله لبنان رسید. در دیداری که ایشون با سردار متکی داشتن در کویت قرار شد که ایشون به تهران بیاد و این 800 میلیون تومان خودشونو به اضافه دستمزدشونو از توی تهران تحویل بگیرن. پس از اومدن ایشون نیروهای به تهران
چون که ایشون یک نیروی خیلی خوبی دیدند و احساس کردن که یک نیروی بسیار تاثیرگذاری هست و نیروی قوی هست، پزشک هست و میتونه به تمام کشورهای خارجی سفر بکنه، ایشون رو نشستن باشون جلسه ای داشتن و بر تطمیع کردن ایشونو و باشون صحبت کردن که به بقیه کشورها بره و براشون خرید بکنه تجهیزات فنی اطلاعاتی، تجهیزات نظامی، تجهیزات امنیتی برای دولت و نظام و نیروی قدس و غیره خریداری بکنه. خب یکی از اهداف و کارهای دیگه که ایشون قرار بود انجام بده این بود که توی قطر و بحرین و کویت این افراد تاثیرگذار تشیع که شناسایی شده بودن اونا رو تطمیع بکنه و به اونها پول بده که شیعیان رو تحریک بکنه که یک التهابی توی این چندین کشور ایجاد بکنه که تا حالا فقط توی بحرین موفق شدند. خب پس از اینکه تمام این کارها رو انجام داد، تجهیزات فنی رو خرید، تطمیع کرد، اونجا پول هزینه کرد، تمام این کارها رو انجام داد، تماس گرفته شد که حالا شما به تهران بیاین که پولتون رو بگیرید و مبلغ طلب ایشون هم از نظام به مبلغ 7 میلیون دینار کویت شده بود. خب پس از این ایشون تا به تهران رسیده بود گرفتنش و مستقیما به بازداشتگاه بردنش. برخلاف چیزی که منتظر دست گل بود و مسائل دیگه مستقیم به بازداشتگاه رفته بود. اینجا لازم به ذکره که هم خودش و هم برادرش که برادرش جانباز هم هست هر دو از فرماندهان زمان جنگ بودند و در منطقه هور فرمانده گردان بودند. برای بازجویی ها مدت هایشون به گفته خودشون زیر شکنجه و مدت ها در تحت بازجویی بودند و بهشون اعلام شده بود که شما این تجهیزات فنی که برای ما آوردین اینا دچار یک آلودگی هستن. مثلا منظورشون این هست که توی این دستگاه ها شنود بوده و مسائل از این قبیل GPS بوده و شنود می شده به ماهوارها وصل می شده و در اصل منظورشون این بود که تشکیلات اطلاعاتی شما رو دور زدن و همه تجهیزاتتون رو ما از بین بردیم و برای ما هم یک هزینه بسیار سنگینی داشت این کاری که انجام شد، به خاطر همین ما این پول شما به شما بر نمیگردونیم، شما باید دقت میکردین و نتونستین کارتون رو انجام بدین. برای 7 میلیون دینار چون میخواستن این پولا رو بخورن دیگه، هم کارشون با این تاریخ مصرف این فرد تموم شده بود و میخواستن که دیگه این پولا هم هزینه نکنن دیگه. خب پس از این بلا تکلیفی که این فرد دچار شده بود میره پلوی محسنی اژه‌ای و مدت‌ها میره اونجا شکایت میکنه بابا منو زدن و فلان و اینا و اونجا شکایت میکنه و مدت‌ها محسن اژه‌ای ایشونو در بلا تکلیفی نگهش میداره. در تمام این کارها که انجام داده بود به وسیله یکی از اقوامش توی شهر شیراز با من ارتباطی گرفت و طی ارتباطی که با من گرفت و همدیگر رو ملاقات کردیم اعلام کرد که یه همچه اتفاقی افتاده. 1-2 هفته ما پیگیر این قضایاش بودم، تمام فاکتور و مدارکش و اینا هم آورد نشون داده بود و تمام این مسائلی که الان برای شما تعریف کردم و از زبون خودش هست که تمام این اتفاقات براش افتاده بود. پس از این قضایا در عرض 1-2 هفته‌ای تماس تلفنی با ما گرفته شد، گفتن که از نیروی قدس هستیم و این یک مسئله امنیت ملی هست و در صورت ادامه دادنش شما و خانواده‌تون در معرض خطر هستین و این قضیه رو رها کنید. و در همون اثنایی بود که خامنه‌ای قرار بود به شیراز بیاد و وقتی که خامنه‌ای به شیراز اومد همون موقع تماس گرفت و من تهدید شدم فلان دیگه نمیخوام شما ادامه بدید و با یک نفر به نام قیومی از نیروهای بیت رهبری آشنا شدم و قراره که ایشون منو به بیت رهبری کنه و درخواست کمکی هم که از ما داشت این بود که ما به یک نحوی ایشونو به بیت رهبری وصلش کنیم که بتونه خودشو به خامنه‌ای برسونه که مثلا اونجا شکایت بکنه که یه کار بسی ابلهانه بود. که البته ما هم اون موقع یه همچی دیدی رو خود من شخصا نداشتم و فکر میکردم که واقعا اونجا کارش انجام میشه. حالا مطلبی که مهم هست اینه که اینها با یک سری نکات انحرافی دونستن که ذهن مردم و تشکیلات اطلاعاتی دنیا رو منحرف بکنن به سپاه قدس
که اصلا هم چیزی صحت نداره. سپاه قدس در یک سری مکان‌ها کار میکنه و در حال حاضر اینا ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی متعددی هستن که الان این نیروی 110 بسیار حائز اهمیت هست. من عکس سردار مینایی و قیپرور رو روی صفحه فیسبوک هم میذارم که به سازمان‌های بین‌المللی معرفیشون میکنم که بسیار برای من جای تعجب داره که چجوریه که با این همه قدرت اطلاعاتی که خارج از کشور داره و کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای سازمان‌های اطلاعاتی دیگه‌ای دارن، چجوری تا حالا به این دو نفر دسترسی پیدا نکردن یا اطلاعاتشون کامل نبوده. این به شما معرفی میکنم که به امید دیدار دیگر و آزادی وطنمون. بدرود.